آقای دوربینی، مردی که هر کاری میکنه تا دیده بشه، اون هم از طریق دوربین‌های تلویزیونی. در هر مراسمی که قرار پخش بشه حضور داره، از تشییع جنازه تا جشن و راهپیمایی. معروف به آقای دوربینی ولی اسم واقعیش حسین نمازیه. متولد 1337، یه بار ازدواج کرده ولی همین علاقه به دوربین باعث شده از همسرش جدا بشه. ایشون در ادامه فعالیت‌های مختلف برای مطرح شدن حالا دست به حرکتی جدید زده، اون هم در اینستاگرام. صفحه به نام خودش با چند تا عکس و البته متن‌هایی که تعدادی غلط املایی هم دارن. ولی خب برخلاف صفحه افراد واقعا معروف، توی صفحش خبری نیست از حرفای نامناسب بعضی کاربرا، بلکه دوستی وجود داره و تعدادی طرفدار پیدا کرده که کلی سوالم ازش میپرسن. برای همه سوال اینه که چه جوری ایشون توی همه صحنه‌ها حاضره. میگه همه روزنامه‌ها رو میخونم، اخبار نگاه میکنم و از تحقیقات و برنامه‌ریزی خودمه که همیشه هستم. ایشون به واقع همیشه روی صحنه هستن. در طول روز در مراسم‌های مختلف دوربیندار شرکت میکنه و شب تمام بخش‌های خبری رو دنبال میکنه تا خودش رو ببینه. اگه پخش دیگه دست از سر ما برمی‌داری یا نه؟ جز کارت شما نمیام، جای همکاراتون میرم ولی جز کارت شما واحد مرکزی خبر دیگه کاری نداری. با واحد مرکزی خبر با این لوگو دیگه کاری. آخه یه آهن ربات داره میکشه، من دست خودم که نیست کشیده میشه.